خدمات ضد انحصاری نهاد نظارت کننده به نرخ‌گذاری ها در کشور در پاسخ به نامه رادیوی آزادی نوشته است گرانتر شدن نیروی برق، قیمت شدن سوزشواری، بی‌قرب شوی پول و زیاد شدن حجم نشان دهنده برای حساب‌ها از دلایل شرکت‌های موبیلی برای بالا بردن نرخ خدماتشان بوده است. این نهاد نوشته است بعد از سال 2020 نرخ برق 33%، نشان دهنده برای حساب‌ها 24% زیاد شده، پول ملی هم 13% قربش را از دست داد. بنا به تغییر یافتن اندازه نشان دهنده برای حساب‌ها از 1 ژانویه سال 2024 مبلغ اجاره مکان و جای‌های استحصالی برای ایستگاه‌های بازوی نسبت به سال‌های قبلی افزایش یافته است، نوشته است خدمات ضد انحصاری. خدمات همچنین نوشته است در صورت بی تغییر ماندن طرفه‌های خدمت‌رسانی‌های علاقه مبیلی، مفلس شوی شرکت‌ها از احتمال دور نبوده، همزمان تاثیر منفی خود را به قسم درآمد بودجه دولتی از حساب پرداخت‌های اندازه می‌رساند. در پاسخ خدمات ضد انحصاری آمده است مسئله تغییر دادن خدمات شرکت‌های موبیلی در بررسی قرار دارد. خبر گرانتر شدن خدمات مخابراتی در کشور ناراضگی ده‌ها کاربران شبکه‌های اجتماعی را به میان آورد. بعضی از کارشناسان میگویند بازار با دستور کار نمی‌کند و برای پایان بردن نرخ گفتگو و اینترنت باید اصلاحات گذرانده شود. مولا رجب یوسفی امیر عیسایف، آزادی دوشنبه.